استقلال در میدان خود است و آنها در دور اخیر در سفر بازی خواهند کرد با تیم کوکتوش. بازی هم شروع می شود از مرکز میدان. فوتبالبازان دسته فایسکند بازی را شروع کردند. ضربه را چی طرز اجرا میکنند پرتو و دروازه و حساب کشوده می شود. دوستان ارجمند دروازه‌بان دسته فایسکند عظیمجان قرایف در این وضعیت شاید نتوانست توپ رو داشته و ضربه زده علیشیر جلیلوف راست و درون دروازه رفت. اون امکانیت بود. پرتاب خیلی هم بلند، ولی اینجا دروازه‌بان رو حتی فریب هم دادن اون بازیگرانی که پیش راه او رو گرفتن و معلوم می شود که توپ با خود دروازه‌بان هم رسید. حالا امکانیت برای دسته استقلال. علیشیر جلیلوف با توپ رستم ساییروف ضربه میزند ولی در مقابل ضربه او صد میگذارند. فوتبالبازان دسته فایسکند بلندتر بود. زویر جورابویف، امیربек جورابویف پس با مرکز علیشیر جلیلوف کاپیتان دسته استقلال. حالا ارسالی تو با کنار شرمونی مبادشویف حساب 2-0 دوستان ارجمند. بسیار گل خوبی شرمونی مبادشویف رو دیدیم. میبینیم که حمله چگونه آغاز شد. پس با کنار میدان با شرمونی مبادشویف از جانب علیشیر جلیلوف بسیار عالی بود و همینطور شرمونی خیلی هم خوب حساب 4-0 غلبه به دست آورد. محمدین حسنов توپ داشته گرفت. در دو بازی موسم امسال استقلال با دروازه دسته فایسکند 8 گل زد. گزارش بسیار عمالی عظیم قرایف اینجا با پیش برآمد و توانست این حمله را رستم ساییروف بعد از اون که اردوباسی قزاقستان پیشنهاد کرد و استقلال ترک کرد. حالا امکانیت برای دسته فایسکند، اما چگونه امکانیت را عبدالخلیل بورونوف صرف نظر میکند دوستان ارجمند. بهترین شانس بود برای دسته فایسکند. رستم ساییروف با توپ و پس او با کنار میدان علیشیر جلیلوف. علیشیر حالا ضربه میزند منوچهر و ببینید که نتوانست منوچهر ضربه زدن. ضربه اجرا می شود. وضعیت بسیار هم دشوار و از این قرایف توپ را داشته میگیرد. قسم اول به انجام میرسد. بیننده عزیز با حساب 2-0 دوستان ارجمند قسم دویمی رقابت میان دسته های استقلال و فایسکند آغاز می شود. فایسکند با عکس الحمله خود آغاز میکنند. بسیار یک پرتاب خوب، اما این سومین امکانیت می شود که باخت از تیم استروشن و باز سه نتیجه مساوی دیگر. منوچهر جلیلوف با توپ فرصت دارد. حملهگری دسته استقلال یک نفر رو فریب میدهد و گلی 16 خود را به دروازه دسته فایسکند میزند. گل شد. بیاد متوجه میشویم یک نفر رو فریب داد در جریمه‌گاه و همینطور دروازه اویبک عبدالغفارов دروازه عظیم قرایف رو رخ نکرد. از کنار چپ ارتور باگنن میتواند حمله رو ادامه بخشیده و وارد جریمه‌گاه دسته استقلال میشود. ارسال توپ فرصتی خیلی هم مناسب. وایدوی گلمرود پس به کنار راست جسور قربانوف یک ارسال نوبتی، اما با کجا ضربه میزند عبدالخلیل بورونوف. دروازه در رو بر رویش ایستاده است. ما گوینده فوتبال تاجیکستان هستند. امکانیت برای دسته فایسکند ضربه زده می شود و این نفر کی بود؟ عبدالخلیل بورونوف. خیریت یک ضربه جانبی دروازه هم انجام میدهد بازیگر رفت ولی شرمونی آرشیف زود پیش دستی کرد و این وضعیت را رفع هم ساخت. اینجا پنالتی با دروازه و منوچهر جلیلوف میتواند حساب 4-0 کند. ضربه منوچهر جلیلوف و حساب 4-0 گل 17 او در موسم امسال چمپیونات تاجیکستان. رستم ساییروف فرصتی خیلی هم خوب و حساب 5-0 رستم ساییروف مؤلف گل می شود دوستان ارجمند. کوشش رستم ساییروف توانست توپ را بعد در دروازه روان کند. پس از جانب اسلام زاییروف بود اگر خطا نکنم. کوکتوش در میدان خود با استقلال بازی میکند. والا داور یکون دقیقه اضافه نکرد دوستان ارجمند. همینطور استقلال با حساب 5-0 معجزه یا چوده رخ میدهد در اخیر چمپیونات
вале ҳоло ҳам мо гуфта наметавонем ки Файзканд мавқеи худро дар лигаи олӣ пурра мустаҳкам кардааст. наметавонем гуфта. Бозии ҷавобӣ барпо нагаштанд. Хуб, Манучер Ҷалилов 17-мин голи худро дар бозии имрӯза зад. Рустам Зоиров бошад 15-мин голашро зад. Ҳар ду ҳам мубориза мебурданд. Барсад бозии охир нишон хоҳад дод. Ду бозӣ дорад Истиқлол бо Хуҷанд. ҳоло ҳарчанд расман шартномаро набастанд, вале ба ҳар сурат узви ин даста ҳастанд футболбозони ҷавони тоҷик. Ва умед мебандем Истиқлол тақдим карда мешавад. Муборак бошад ба бозигарон, ситони мураббиён, кормандони дастаи чемпионати лигаи Олии кишвар ва тарафдорони ин даста ва дар соли 2000 мустақимро ҳамин ҳоло аз варзишгоҳи марказӣ пойтахти кишвармон ба анҷом мерасад. Бо шумо будам ман Бобо Холмуродзода ки ин гузаро шоҳӣ кардам.